سلام عرض می کنم خدمت دوستان عزیزم. حل سوالات رو ادامه میدم با سوالات مربوط به گراف. سوال اول گفته شده آیا گراف زیر یک ریخت است؟ تعریف یک ریخت بودن یا ایزومورف بودن چی هستش؟ اینجا من خدمتتون می نویسم دو گراف G1 V1 و E1 و گراف G2 V2 و E2 یک ریخت و ایزومورف هستند اگر تابع 1:1 و پوشا F از V1 به V2 وجود داشته باشد، با این خاصیت که اگر دو رأس A و B در G1 مجاور هم هستند، FA و FB در G2 هم مجاور باشند و بالعکس. این تعریف ایزومورف بودن یا همریخت بودن، یک ریخت بودنه. الان دو تا شکل رو نگاه بفرمایید. اگر این G1 باشه با رؤوس V1 و یالهای E1، این هم G2 باشه با رؤوس V2 و یالهای E2، ببینید باید اینها رو ما چک کنیم. یک، تعداد رؤوس مساوی باشه، تعداد یالها مساوی باشه، درجه رؤوس متناظر مساوی باشه و همجواری ها رعایت شده باشه. یعنی چی؟ ببینید اگر درجه اولا تعداد این رؤوس این A B C D E F، اونم A' تا F' هست، یعنی هر دو تعداد رؤوسشون یکیه. اگر تعداد یالهاشون رو بشماری یکیه. اگر درجه رؤوس همشون رو نگاه بکنی اینا 3 اینا هم 3 هستن. خب تا اینجا مشکل نداریم. حالا آیا آب اینجا در این شکل در گراف G1 آ با دی همجواره؟ اینجا آیا آ پریم و دی پریم همجوار هستن، یعنی همسایه هستن، یعنی با یک یال به هم متصلن؟ بله. آیا F و E که اینجا همجوار نیستن اینجا هم نیستن؟ نگاه میکنیم ببینیم آیا F پریم و E پریم همجوار نیستن، یعنی یک یال مستقیم بینشون نباشه؟ بله، یال مستقیم ندارن. پس اگر تمام اینا رو تک به تک چک بفرمایید میبینید که بله، این دو گراف یک ریخت هستن. خب سوال دوم گفته شده با شروع از نقطه علامت گذاری شده به وسیله ستاره در شکل زیر میخوایم از 7 اتاق و راهروی پیرامونی اون به گونه‌ای عبور کنیم که از هر در تنها و تنها یک بار گذشته باشیم. آیا این عمل امکان پذیر هست؟ من وقتی این جمله رو تنها و تنها یک بار از هر دری عبور کنن یاد مدار اویلری میافتم. میگه در مدار اویلری میگه شرط لازم و کافی برای آنکه یک گراف دارای مدار اویلری باشد آن است که درجه اولا یک همبند باشد، یک همبند باشد، دو درجه رؤوس آن همگی زوج باشند.
من الان این شکل رو باید تبدیل به این گراف و یک گراف بکنم، بعد بیام مطالعه کنم ببینم مدار اویلری دارد یا ندارد. خب میگم هر اتاق را یک رأس در نظر میگیرم و هر در را به عنوان یک یال در نظر میگیرم و گراف این شکل را میکشیم. بعد مطالعه میکنیم ببینیم آیا مدار اویلری دارد یا نه. اویلر میگفت اگر که درجه رؤوسش همگی زوج باشه تو میتونی از همه اتاقها و راهروها یک بار و تنها یک بار عبور بکنی و برگردی بری سر جای نقطه شروعت. خب من میام گراف این رو رسم میکنم. اول فضا رو شماره گذاری میکنم به عنوان نودهام. از اینجا شماره گذاری میکنم 1 2 3 4 5 6 7 و 8. خب ببینید من میخوام این گراف رو رسم کنم. در رسم گراف یه مقدار ظرافتکاری هایی که به خودمون مربوط میشه باید لحاظ بکنیم. مثلا من میبینم که 4 به 8 ارتباط داره، یه دری به فضای بیرون داره، 7 راه داره، 6 همینطور، 5 همینطور، 5 2 تا داره، یک هم داره. پس بهتره که 8 رو اینجا بکشم، بعد بیام دونه به دونه اینا رو لحاظ بکنم که ببینم یک به کجا به کیا ارتباط داره، دو به کیا ارتباط داره. مثلا یک رو در نظر میگیرم، یک 2 تا در ورودی داره، یکی به 5 یه دری پس به ازای هر در گفتیم یک یال میکشیم. یک دری به یک یالی پس به 5 دارم و یک یال به 8 دارم. 8 فضای بیرونه، پس یه دونم به 8 وصل میکنم یال رو. 2 رو اگر نگاه بفرمایید یک یال به یک راه، یک یال به نقطه 6 داره، یک یال به نقطه 3 داره. اما بهتر از 5 ادامه بدم چون 5 رو اینجا کشیدم و میدونم که حالا از همینجا گسترشش بدم بهتره. خب 5 یک یال به 8 داره، البته 2 تا در داره، ببینید 2 تا در داره. پس 5 به 8 2 تا راه داره. 5 به 1 راه داره که کشیدم. 5 به 6 یک راه داره. خب اینم 6. حالا میریم سراغ 6. 6 یک راه به 8 داره، یک راه به 7 داره و یک راه هم به 2 داره. خب حالا 7 رو نگاه بفرمایید. 7 2 تا راه به 3 داره و یک راه هم به 8 داره و 7 هم به این شکل تکمیل میشه. 2 به چه شکلی هست؟ 2 یک راهش به 6 هست، یک راه هم به 3 داره و 3 یک راه به 4 داره و یک راه هم به 8 داره. فکر میکنم تکمیل شد. خب حالا میان درجه رؤوس هر رأس رو نگاه میکنیم. 2 4 6 درجه این 6 هست، درجه این 1 و 2، درجه این 4، درجه این 4،
درجه این 4 یعنی 4 تا یال ازش خارج شده. درجه این 2، درجه این 4 و درجه این هم 2. تمام یالها، تمام درجات زوج هستند. تمام درجات گراف زوج هستند. پس دارای مدار اویلری هست. خب سوال بعدی گفته شده که خب برای گراف زیری که مدار اویلری ارائه بده. من به گراف نگاه میکنم، میبینم گراف من جهت دار هست. پس میگم در گراف جهت دار شرط لازم و کافی برای آنکه دارای مدار اویلری باشد آن است که درجه دگ مثبت V1 مساوی با دگ منفی V1 باشد. درجه هر رأس، درجه ورودی هر رأس با درجه خروجی آن مساوی باشد. یعنی چی؟ ببینید اگه بخواید این رو دچار اشکال نشید، مثلا دگ مثبت آ رو نگاه بفرمایید و دگ منفی آ رو. ببینید مثبت یعنی کسی که مثلا کسی که میبخشه و بخشنده است رو مثبت فرض کنیم، ما میدونیم. خب این رو اینطوری کد کنید تو ذهنتون که یادتون بمونه. الان آ ازش یک یالی خارج شده، یک یال خارج شده ازش، پس میشه درجه مثبتش میشه 1، درجه منفیش دریافتیاشه، اونی که به این وارد شده میشود 1. مثلا F رو در نظر بفرمایید، بگیرید دگ مثبت F و دگ منفی F. F رو نگاه بفرمایید 2، 4، 6 تا کلن یال اطرافش هستند. اونهایی که جهت فلشش به سمت رأس هستند اینها منفی میشن، میشه 1 و 2 و 3، میشه 3 تا منفیاش. مثبتش اونهایی که ازش خارج شدنه، 3 تا هم ازش خارج شده. اگر تک تک اینها رو ما چک بکنیم میبینیم که بله اینها درجات مثبت و منفی هر رأسی یکسان هست. مثلا آیم دوباره من چک کنم، مثلا این یکی خارج شده 2 تا و 2 تا 2 هستش و به همین ترتیب اگر شکل رو چک بفرمایید و به همین ترتیب درجات ورودی و خروجی هر رأسی مساوی است. پس چه نتیجه‌ای بگیرم؟ میگم پس دارای مدار اویلری هست. خب گفته حالا مدار رو خب اول اثبات کن ببین داره، حالا پیداش کن بنویسش. میگم که خب از آ شروع کنم، با یه رنگ دیگه بریم. ببینید از آ شروع کنیم. از آ که یک جهت بیشتر نداریم، از آ میام به دی، پس آ دی. از دی میتونم به 2 تا جا برم، مثلا میرم به H. خب میرم به H، بعد میام به I، از I میرم به J، از J 2 تا راه دارم، میرم به K، به K، از K میتونم برم به F، میتونم برم به G، میرم به G، از G میتونم برم بالا C،
از C میریم به B، از B میام به E، از E میرم به D، از D میام به I. ما قراره همه یالها رو طی بکنیم و برگردیم خونه سر جای اولمون، یعنی برگردیم به آ. میریم به E، از E میریم به F، از F راهایی که میتونم بیام پایین برم به J، F و J. از J دوباره از این راه میرم به K، نباید یال تکراری داشته باشم. از اینجا میرم به F، از F میرم به G، از G میایم به C، از C میایم به F، از F میبینید رأس تکراری مهم نیست، یال تکراری مهمه. یعنی نباید شما در اویلر مجاز نیستی که یک یالی رو 2 بار بری و برمیگردم سر خونه اولم. خب اینم میشود مدار اویلریش. سوال بعدی گفته شده که در گراف دو بخشی کامل 7 و 11 چند تا رأس و چند یال هست؟ من اینجا جهت یادآوری خدمتتون یه توضیح کوتاه بدم که کام و ان چیه. مثلا کای 2 و 3 رو اگر نگاه بفرمایید، یعنی 2 تا رأس بالا اگر باشه 3 تا رأس پایین، از این رأس به تمام اینا یال هست و از این رأس هم به تمام اینها یال هست. پس تعداد یالها چند تاست؟ تعداد یالها 2 تا، یعنی 2 تا از پایین به همه اینا با هم یال داشتن میشه 6 و تعداد رؤوس میشود بالایی به اضافه پایینی ها 2 به علاوه 3 میشه 5 تا. خب پس این یادآوری رو دارم، میگم کا 7 و 11 تعداد یالها می شود 7 ضرب در 11 77. تعداد رؤوس می شود 7 به اضافه 11 می شود 18. سوال بعدی مشابه همین هست، فقط گفته که کام و 12 دارای 72 تا یال هست. خیلی خوب، تعداد یالها مساوی بود با m ضرب در n مساوی بود با m ضرب در 12. خب تعداد یال هامون هم چند بوده؟ 72 تا. خب پس m می شود 72 تقسیم بر 12 که میشه 6. سوال بعدی گفته شده که کدام گراف دارای دور هامیلتونی است؟ دور هامیلتونی اگر از آ شروع کنیم، هامیلتون به رأسها حساس است. نباید رأس تکراری داشته باشی. باید از یک جا که شروع می کنی برگردی سر جات، همه رؤوس رو بری و رأس تکراری هم نداشته باشی. خب بیای انجام بدیم. از آ، اگر از آ شروع کنم برم به دی، از دی برم به سی، از سی بیام به بی، از بی بیام به اف، از اف بیام به جی، از جی برم به اچ، از اچ بیام به ای، از ای هم برگردم به آ. می شود چی؟ می شود دور هامیلتونی.
شکل بعدی هم همین رو خواسته از ما، گفته دور هامیلتونی این رو بگو. بیا از آ شروع کنیم. میگم از آ برو به H، از H بیایم تو E، از E بریم F، از F بریم G، از G بیایم I، از I بریم D، از D بریم C، از C هم بریم به B، از B هم برگردیم خونمون. اینم میشه دور هامیلتونی این گراف. خب سوال بعدی از ما الگوریتم دکسترا رو خواسته که روی این اجرا بکنیم. دکسترا، خب الگوریتم دکسترا الگوریتم بسیار زیبا. واقعا من متعجب میشم که توی اون سالها دانشمندی این رو اینقدر زیبا به دست آورده که یادگیریش برای ما یه ذره چالش برانگیزه. خب شروع کنیم. در الگوریتم دکسترا ما میخوایم کوتاه‌ترین مسیر رو پیدا کنیم. خب میایم برای الگوریتم دکسترا گام یک، خب گام یک دوستان این هستش که در یک جدولی میایم تک تک گره ها رو می نویسم اینجا. تک تک رؤوس رو در اینجا قرار میدم. A B C D E F G H I و Z. ما قراره از رأس آ شروع کنیم و مسیرهای کوتاه‌ترین مسیر از تمام گره‌ها به این گره رو محاسبه کنیم. برای این کار اولین گام این هست که از اون گره‌ای که شروع کردیم رو وزنش رو 0 بدیم، مابقی رو بی نهایت بگذاریم. در اصل این مثبت بی نهایت هست، یک عدد مثبت بزرگ. خب گام بعدی میایم در گراف این آ رو نشون میدیم، میگیم این رو پردازش باید بکنیم. پردازشش به چه شکلیه؟ میام آ رو میکشم، میگم اگر من در شهر آ هستم و میخوام برم به شهر آ که پولی نباید بدم، هزینه کرایه ماشینی ندارم. اگر الگوریتم دکسترا رو برای سفر بین شهرها مدل بکنم و در نظر بگیرم، بخوام مثال بزنم، به این شکل میشه. میگم اگر بخوام برم به شهر بی، هزینه من چقدر هستش؟ 1 تومنه. پس من 0 تومن خرج کردم، میرم اینجا 1 تومن باید خرج کنم. بعد میخوام برم به شهر سی، 10 تومن باید خرج کنم. اگر برم به شهر دی باید 6 تومن خرج کنم و اگر بخوام برم به شهر ای بایستی 3 تومن خرج کنم. خب این درخت رو الگوریتم دکسترا دوستان خروجیش یک درخت هست. من الان درخت رو دارم این پایین رسم میکنم. خب گام بعدی، در گام دوم میایم و از این جدول رو بروز میکنم. خب میگم اونی که روش پردازش انجام دادم از درخت حذف کن، مابقی رو بروز میکنم. ب شد 1، C 10، D 6، E 3، مابقی تکون نخوردند، چیزی تغییر نکرد براشون. خیلی خوب، مرحله بعدی از توی این جدول و این سطر مینیموم رو پیدا میکنم. مینیموم 1 هستش، یکی بیه.
میام در چک نویس برای خودم میگم خیلی خوب بی رو که اینجا دارم، بی بخواد برم، بی خودش چقدره؟ یکه. بی کجاها میره؟ میام در نمودار و در خود گراف بی رو به عنوان پردازش شده علامت میزنم، چون الان دارم پردازشش میکنم. میگم از بی من میرم به اف با 10 تومن و میرم به سی با 10 تومن. خب با 1 تومنی که قبلا خرج کرده بودم میشه 11 تومن، اینجا هم میشه 11 تومن. خب میایم جدول رو به روز میکنم. میگم اونی که پردازش کردم از جدول حذف میشه. سی الان افزایش پیدا کرده. اگر افزایش پیدا کنه، اگر وزن افزایش پیدا کند در جدول بروز نمی شود. این نکته مربوطه به بروز نمی شود. این نکته مربوطه به این هستش. این جدول بروز نمی شود. خب حالا میام میگم خب پس بی رو کاری بهش ندارم. F چی؟ F آیا کم شده؟ بله، از مثبت بی نهایت 11 شده. پس F رو وارد میکنم. پس میگم C، این اعداد قبلی سر جاشون هستند. اونهایی که تغییر کردن در جدول بروز میشن. حالا میام سراغ گرافم، درختی که داشتم تولید میکردم. میگم از سی که چون تغییری نکرد، کم نشد، کاری بهش ندارم، بروز نمیشه، ولی F بروز میشه. خب F میره، از B رفتیم به F و 11 شد هزینمون. خب حالا میام این رو چک نویسم رو پاک میکنم که برای مرحله بعدی آماده باشه. دوباره میرم سراغ جدول مینیموم رو پیدا میکنم. پس میام توی این مینیموم، این بار ای هستش با عدد 3. میگم خیلی خوب ای رو پیدا میکنم، به عنوان کسی که دارم پردازشش میکنم علامت میذارم بره توی پردازش شده ها. خب میام میگم ای رو اینجا تو چک نویسم در نظر میگیرم، میگم ای 3 هستش. ای کجاها داره میره که پردازش نشده؟ یکی میره به دی. با چقدر میره به دی؟ 2 تومن. با دیگه میره به اچ با 6 تومن و میره به آی با 8 تومن. خب پس یه بار چک کنیم که ای فقط 4 جا میرفته که جاش پردازش شده بوده، میشه 3 جا. خب اینا رو محاسبه میکنم. دی میشود 5، این میشه 9 و این میشود 11. خب آیا در جدول کاهش پیدا میکنه؟ خب میام میبینم که من ای رو پردازش کرده بودم که پس حذفش میکنم. دی رو که شده 5، بله کم شده، وارد میکنم. آیا سی پردازش شد؟ نه. آیا اف پردازش شد؟ نه. جی همونطور میمونه. اچ 9 شده. آی شده 11 و دی هم که 5 شدش. خب این هم که مثبت بی نهایتش سر جاش میمونه. حالا میام و درخت رو بروز میکنم. درخت رو برای ای بروز کنیم، میگم ای رفته به دی. خب پس این رو بروزش میکنم و دی رو پاک میکنم، مقدار جدید رو بهش میدم و پدرش رو بروز میکنم. خب بعدی ای به اچ رفته، اینجا ندارم، رسمش میکنم. پس ای میرود به اچ
9 رو به دست میاره و می رود به آی و 11 رو به دست میاره. خب چک نویسم رو پاک میکنم، میرم گام بعدیش. مجددا میام و مینیموم رو پیدا میکنم. میام میگم مینیموم کیه؟ 5. 5 کیه؟ دی. خب پس دی رو میگم دی میخواد پردازش شود و میام اینجا توی چک نویسم میگم دی 5 کجاها رفته که پردازش نشده؟ یکی رفته به سی با چقدر؟ با 4 تا. یه بار رفته به اچ با چقدر رفته به اچ؟ با 3 تا. دیگه اینم که همین، اینایی که دیگه پردازش شدن. بسیار خوب، میشود 9 و 8. آیا کمتر شده تو جدول؟ بله، 30 کمتر شد 9 و ای هم که حذف شده بود. F که اینجا تغییر نکرد، G تغییری نکرد، H تغییر کرده کم شده، بله 8 شده. خیلی خوب، پس ما بقیه هم سر جاشون میمونن. حالا میام درخت رو بروز میکنم. میگم D، از D رفتیم به C، از D رفتیم به C. خب و C کاهش پیدا کرد، چند شد؟ شده 9. اون گرهی که تغییر می کند پدرش به روز میشه. خب دیگه کی عوض شد؟ H عوض شد. از D رفتیم به H و H شد 8. پس پدرش به روز می شود. خب میریم چک نویسمون رو پاک میکنیم. خب دوباره میام توی جدول، مینیموم رو پیدا میکنم. مینیموم H هست. میگم H میخوام پردازشش کنم، اینجا علامتش میذارم. میام در چک نویسم میگم H با 8 تا کجاها داره میره که پردازش نشدند؟ ببین به 4 جا داره میره. یکی میره به C، با چقدر میره به C؟ با 1. دوباره میره به G، رفته به G 5 تا. دیگه کجا رفته؟ رفته I با چند تا؟ 3 تا. و رفته به Z با 8 تا. یه بار دیگه چک کنیم. ببینید 1 2 3 4 تا. درسته. خب اینها رو به روز میکنم. 9 تا، 8 و 5 میشود 13، 8 و 3 11 و 8 و 8 16. جدول رو به روز میکنم. کسی که به روز پردازشش کردم از جدول حذف میشه. سی به روز شده؟ نه، عوض نشده و کاری بهش ندارم. خب همون قبلی رو در نظر میگیریم. F به روز شده، اینجا F تغییر نکرده، فقط اونایی که تغییر کردن رو بنویسیم. یکی 13، 11، 16. خب پس بیا درخت رو بروز کنیم. درخت به چه شکلی بروز میشه؟ میگیم H رو بخوایم بروز کنیم. از H رفتیم به G. G رو که نداشتیم اصلا، باید پس بکشم. این G هست. میشود چند شده؟ شده 13. از H رفتیم به I. چقدر شده؟ I 11 بوده.
نه اینم به روز نمی کنیم، پس خطشو نمیکشیم. این به روز نشد. آی تغییری نکرد. اونی که تغییر کرده رو باید بروز کنیم. زد رو ما الان بکشیم، نداریم زد رو، درسته؟ اچ رو یه خروجی به زد داشته باشه، با چقدر؟ با 16. بسیار خوب، اینم می شود 16. خب جی رو هم بروز کردیم. خب اینا چون جدید بودن دیگه پدری و اینها اون قسمت رو حذف کردیم، نه وجود نداشت که بروز کنیم. خب میام حالا این رو چک نویسم رو پاک میکنم. آماده بشیم برای کار بعدیمون. میایم میگیم مینیموم کیه؟ مینیموم 30 هستش با 9. خب پس 30 رو میگم دیگه نوبت پردازش شماست. خب بیام اینجا تو چک نویسمون میگیم 30 با 9 تا کجاها داره میره؟ میره به F، میره به F با 1، میره به G با 4 تا، میره به همین 2 تا پردازش نشده. خیلی خوب، این میشود 10، این میشود 13. خب توی اینجا نگاه کنیم، این حذف میشه، این که اینطوریه. F آیا کم شده است؟ بله. G 13 آیا کم شده؟ نه، فرقی نکرده، پس این کاری بهش ندارم. اینم 13، اینم این و این، یعنی توی گرافم فقط این رو بروز میکنم. میگم خیلی خوب، از C برو به F بروز بشه 10، پدرش هم تغییر میکنه. خب دوباره مینیموم 10. خب 10 کی بوده؟ F. اینو پاک کنم، میام میگم F مینیموم من F. اینجا علامت میزنم که اینو میخوام پردازش کنم. خب میگم F با 10 تا کجا میره که پردازش نشده؟ G و Z. میره به G و Z. خب با چقدر میره به G؟ F به G 2، F به Z 5. خب به روز میشن اینها، میشه 12. آیا G کم شده؟ بله. آیا که اینجا نداشتم آیا Z کم شده؟ بله. خب پس بروز کنیم، درخت رو بروز کنیم. از F رفتیم به G، شده 12. پس پدرش تغییر میکنه. از F رفتیم به Z، شده 15. و پدرش تغییر میکنه. خب حالا دوباره میانگین کیه؟ میخوام مینیموم کی هستش؟ مینیموم آی هستش. این رو هم پاک کنم. خب مینیموم آیه
میخوایم آی رو پردازش بکنیم. اینجا علامت میزنم، میگم آی میخوایم تو رو پردازش کنیم با چقدر؟ با 11. حالا فقط میره به زد با چقدر؟ با 5 تا میشود 15. خب آیا تو زد رو کاهش میدهی؟ خیر. خب پس بروز نمیشی، فقط همین. این میشه خط تیره، این میشه 15، اینم میشه 12، اینم میشه این. پس این رو پاک میکنم. خب حالا میگی دوباره مینیموم کیه؟ مینیموم 12. 12 مربوط به جی هستش. میگیم جی رو میخوایم پردازش کنیم. جی رو اینجا میکشم. جی با چقدر؟ 12. کجا میره؟ فقط میره به زد با چقدر؟ با 2 تا. زد میشود 14. آیا زد کاهش پیدا میکند؟ بله. پس می نویسم 14. خب حالا که تغییر کرد، گراف باید درخت باید بروز بشه. از جی می رویم به زد. با یه رنگ دیگه بنویسم. از جی داریم میریم به زد با چقدر؟ می شود 14. می شود 14. این گره تغییر کرده، پدرش هم عوض میشه. خب آیا فقط زد مونده؟ رسیدیم به زد؟ بله، ما میخواستیم از آ بریم به زد برسیم. خب این اتفاق افتاد. حالا میخوایم ببینیم که درخت رو خوشگل بکشیم. اول این چک نویسم من پاک کنم. خب میگم که درختشو حالا بیا بکشیم. میگم از آ که شروع کردم، خب با 0 کجا میتونم برم؟ میتونم برم به بی با 1. دیگه اینجا نمیتونیم بریم. میایم به ای با 3. میریم به آی به 11. بعد میریم از ای میریم به دی با 5. از دی میتونیم بریم به اچ 8. از دی میتونیم بریم به سی 9. از سی میتونیم بریم به اف 10. از اف میتونیم بریم به جی 12. از جی میریم به زد 14. خب اگه یک مسیر از آ به زد بخواهیم، می شود آ ای دی سی اف جی زد. چقدر هزینهشه؟ 14. اینم الگوریتم بسیار زیبای دکسترا. خب سوال بعدی گفته با استفاده از قاعده نزدیکترین همسایه یک طور هامیلتونی نیمه بهینه به دست بیار. قاعده نزدیکترین همسایه اگر از آ بخواد شروع بکنه، خب مثلا از آ که شروع میکنیم، تمام اون یالهایی که از آ خارج شدن رو مد نظر میگیریم، مینیموم رو انتخاب میکنیم. مینیموم میشود آسی 4. حالا از تمام اینها اونی که وصل به این و کوچکترینه اون رو در نظر بگیری، در راستای این، ادامه این. خب میشه سی بی با 2 تا. دوباره از اینجا مینیمومش رو پیدا کن. مینیموم راهی که میشه رفت این هستش، میشه 2. دوباره رسیدم به اینجا، مینیموم میشه دی و 2. از اینجا دیگه من تمام رأس ها رو ملاقات کردم.
A B C E D میخوام برگردم خونمون. خب من یه راه بیشتر ندارم برم آ، خب از همینجا میرم به آ و هزینهش رو هم به جونم میخرم. این میشود قاعده نزدیکترین همسایه که بهینه هم نیستش. در ممکنه بهینه نباشه، یعنی شما مسیری پیدا میکنی که خیلی ارزون تره. خب نتایج پیمایش پیش ترتیب و پس ترتیب را برای رؤوس درخت زیر بنویسید. خب ساده است. پری اوردر به چه شکلیه؟ دوستان از سمت چپ بچسب به درخت، برو برگرد اینطوری، انگار یه آهن رو باز اینطوری. حالا از همینجا از سمت راست به چپ بنویس A B E I M N O، رفتیم بالا، انگار که آ رو داریم، انگار این همون یه درخت کوچولو دیگه است. دوباره C F J G، دوباره بیا اینور، میشه D H K L. حالا پست اوردر میخواد. پست اوردر رو با یه رنگ دیگه بنویسم. پست اوردر رو برعکس از این ور بچسب، از این ور، اینو از این ور بچسب، از این ور بچسبیم به درخت، میریم به این شکل برمیگردیم و کار تمومه. و اینو از این ور به این ور می نویسیم، میشه A D H L K C G، این چی بوده؟ F بوده. F J B E I M N O، نه I M از اینجا دیگه اومد O N. خب این از این. سوال بعدی که کروسکال و پریم بود، به خاطر اینکه فیلممون مدت زمانش طولانی نشه این رو در یک ویدیو دیگه ضبط کردم خدمتتون. و سوال بعدی در ارتباط با DFS هستش. DFS برای یافتن درخت پوشا. DFS یک الگوریتم برای ساختن درخت پوشا است. خب اگر بخوایم گام به گام براتون بنویسم که چه کارا باید انجام بدید، به این شکل. 1. ابتدا مبدأ رو مشخص میکنیم. مبدأ اون گره‌ای ازش که مثلا اولویتش از همه بالاتره. خب میای میگی از ابتدا مبدأ رو مشخص میکنیم. مثلا صورت سوال باید به ما میگفت، مثلا من الان اینجا میگم به ترتیب حروف الفبا باشد. یعنی چی؟ یعنی مثلا اگر A B C D E این هستش، اینا اولویتشون بالاتره، رفته رفته اولویت کم میشه. خب یعنی بین B و E حق انتخاب، تو مثلا میخوای انتخاب بکنی، اولویت با بیه. درست شد؟ خب بعد 2 مشخص که کردی، حالا بیا یکی از رؤوس مجاور اون رأس ابتدایی که اولویت بالاتری دارد را انتخاب کن و یال بینشان را بکش. خب دوباره و
و این کار را برای رؤوس بعدی تکرار کن. تا کی؟ اینجا نکته وجود داره. اگر به بنبست رسیدی باید به پدر گره و یا اجداد گره بازگردی. یعنی چی؟ حالا توضیح میدم. خب کی بنبسته؟ بنبست یعنی اگر به یک گره ای رسیدی که گره مجاورش دیده شده و پردازش شده، به پدر این گره برگرد و اگر از آنجا هم راهی نبود به جد گره برگرد و به همین ترتیب به عقب برگرد تا گره ملاقات نشده ای را ببینی. بنبست دوم، در یه حالت دیگه هم بنبست داریم. اون کیه؟ وقتی که میریم دیگه راهی نداریم. یعنی بنبست دوم زمانی است که به گره ای رسیده ای که دیگر بعد از آن گره ای نیست که ادامه دهی. مثلا اینطوری بود، رسیدی مثلا به این گره F مثلا، این دیگه باید برگردی دیگه، بعدش راه نداره که باید برگردی عقب. پس مثل مثال گره F. خب حالا میایم میگیم که من بخوام این رو حل کنم، از آ میخوام شروع کنم. پس از آ شروع میکنیم. اولویتمون هم که حروف الفباست. بین فرزندان آ که B، D و F هستش، فرزندی که اولویتش کمتره اولویت بیشتری داره، یعنی به ترتیب حروف الفبا اولویت داره به اون، یعنی الان باید به ب بریم که اولویتش برای ما بیشتره. خب پس آ به بی. از بی میخوایم بریم به همسایگانش. 4 تا فرزند داره، یکیش که دیده شده، فرزندان دیگرش که دیده نشده اند این ای هستش و دی و سی. اولویت با سی هستش چون به ترتیب حروف الفبا داریم میریم. دوباره از سی ملاقات شد. از سی فرزندی که ملاقات نشده فقط دی هستش. خب اینم دی. حالا رسیدیم به اینجا، شده بنبست شده؟ نشده، چون که دی الان یه فرزند دیگه اف هم داره. اگر این نبود یعنی اینکه دیگه فرزندانش ملاقات شده بود، باید برمیگشتیم. اما اینجا میتونیم از دی بریم به اف. خب از اف فرزندانش الان اف رو ملاقات کردیم، دی رو اینجا ملاقات کردیم. حالا از اف 2 جا میتونیم بریم که ملاقات نشده، اولویت با ای هستش. از اف میریم به ای و از ای هم یه فرزند، بعد که ای رو دیدیم فرزندش فقط جی میمونه که ملاقات بشه. این هم میشود دی اف اس.
دوستان عزیزم، امیدوارم که این فیلم هایی که من ضبط کردم براتون مفید واقع بشه و در آزمونتون موفق باشید. خدا نگهدار.